شیطان کار جز وسوسه نمیتواند. برای وضاحت بیشتر بگذارید سوال بپرسیم. قبل از اینکه ابلیس شیطان بود، شیطان دیگری وجود نداشت. پس چه کسی به ابلیس گفت که نافرمانی الله متعال را کند؟ جواب اینجاست. قبل از او شیطانی وجود نداشت. این نفسش بود که او را به نافرمانی وادار کرد. فرض کنید که اگر شیطان هم نمی بود، باز هم ما نفس می داشتیم، پس گناه می کردیم. چون این دنیا امتحان است برای انسان و جن. ابلیس نیز در این امتحان شامل است، چون او جن هست و نفس دارد. پس الله متعال او را شیطان خلق نکرد، بلکه او خودش انتخاب کرد که شیطان شود. نه تنها ابلیس، بلکه همه شیاطین با نافرمانی الله انتخاب می کنند که شیطان باشند. بعد چه شد؟ زمانی که الله متعال به آدم گفت در بهشت از هر چی می‌خواهی استفاده کن، برو و لذت ببر، ولی آنجا یک درخت هست که نباید از آن بخوری. البته که بقیه داستان را می‌دانید. و سپس شیطان نزد او و حوا آمد و آنها را تشویق به خوردن از آن درخت نمود و آنها از آنجا فرود آمدند. ولی الله متعال می‌دانست که آنها از آن درخت خواهند خورد، به همان لحاظ آن درخت را آنجا قرار داد. تمام دلیلی که این قصه را به شما گفتم این بود تا این زیبایی اسلام را بدانید که این زندگی چیزی نیست جز امتحان. این واضح است که ابلیس اولین تمام شیاطین بود. بنابراین او رهبر آنهاست و تمام شیاطین وسیله امتحان هستند، اگرچه خودشان نیز شامل این امتحانند.